سلام علیکم. امروز 13 می سال 2025 باشد. قرار داریم در ناحیه باباجان غفوروفی ولایت سوگ. حاضر من ایستادم در نزد چهارمغز چند لرکی سال 2020 از ما دسترس کرده شده، همیشه شنوندگی بود. شریف جان گفتنی جوان مرد که خودشان نبودن با طریق تلفنی ما هم صحبت شده. از ناحیه دادن که درآمد گرفت. نوار کنید و ما اومدن نوار از آزاد راندیم و در حیرت موندیم. این بستنی چهارمغز رو ببینید، سالی گذشته نشون داده بودم. اینو ببینید، اینجا ببینید. هر یک نوده 10 تا 20 تا چهارمغز دارد. اینو ببینید. اما با دو قوشه سه قوشه. اینو ببینید. دیدید اینو ببینید. همه تگای برگا پر از چهارمغز میباشد. بازی میگذاریم. من اینجا شدیم. من اینجا شدیم. همه این چهارمغز. اینو ببینید. چهارمغز چنده؟ ما گفتن همونت اینجا بید. این دویم چهارمغزش اینجا بید. این دویم درختش. اینو بینید. انا اینجا بید. من نگاه نکردیم و انا اینو بید. اینو رو بینید. ببینید. دیگر درخت میریم. ما یک تکه درخت ها تمام شده. اینجا بید. مانا در یک جا 4 تا دو قوشه بینید. دو در یک نوده چه با یک دیگه اینجا این نوده چه ببینید. یک نوده چه مایده، دو نوده چه یک نوده چه ببینید. اینجا بینید. این یک نوده چه چهارمغزش ببینید. این خدا با شکر. اینو بینید. اینجا بینید. اینو گیرید. اینو گیرید. تاگه برای اوقا نمیده بودو خیلی. اینو بینید. نه من اینو گیرید. اینو ببینید. اینو ببینید. تاگه برگا ببینید. سه قوشه. من اینو ببینید. همه دو قوشه و سه قوشه. هم دوران عزیز. اینو ببینید. اینو ببینید. در روی زمین خوب و اینو بسته نشه ببینید. اینو ببینید. چقدر بستگی. اکنون من نشون کرد. من گفتم. هم دوران عزیز. چهارمغز چندلر ما هر سال میبریم 1000 2000 دانه ها دسترس میکنه دادم از ما. اگر جویش رو یابد، بود و هوایش رو یابد و صاحبش رو یابد و که غذا گیرد، انا همین خیلی به شما فایده میدهد. چهارمغز چندلر این اساس این امریکایی میباشد. این رو در امریکا ساختن، یعنی که تولید کردن. ما از ترکیه میبریم. چهارمغزهای بقوت میبریم. و اگر شما باغ‌های چهارمغز کنید، پیشکه ماه نوامبر از من درخواست کنید، پیش پرداخت کنید، من با شما همین رو آورده کیم. انا همین خیلی شما چهارمغز میمونید. و در یادتون گیرید چقدر سر آب کنید همقدر نغز. این چهارمغزها ببینید در 5 سالگیش اینقدر شده است. من 3 سال شد پدر هم میبیایم همینجا نوار کنی. همین 3 سال میبیایم درآمد نمیشه، فقط آب میموند، تست آب میموند. یعنی غذا هیچ که خیلی این نیست. چهارمغز غذا رو و آب رو نغز میبیند. غذا نکرده است. غذا این میدونه چی؟ همین علف‌ها بگمون هم غذا میشود در همین علف‌ها پوسیده غذا میشود. از نبودن غذا ها. انا ببینید که چقدر چی گویمش بود. چهارمغز درجه عالی، روسیش خیلی سوپر چهارمغز میشد. کیلو این در بازار 30 سومانی، رنگ چهارمغزهای ما 8 سومانی نه. این 30 سومانی. این دست قطعی هم خیلی میشکنید. هم خیلی دست قطعی پوست میکنه. تخم بارین کلوله لند میبرد در شما. هم تا کلوله یک لخت برآمده، هم تا کلوله میسته دستتون. هم قدر چهارمغز زور، هم قدر چهارمغز نامدار، هم قدر بسیار میبندد. شما رو هر سال در درونش گردآلود چنوندن در کار. اینجا گردآلود کننده یک تا دارد. گردآلود کننده اگر در درونش باشد همین خیلی هر سال زیاد میبندد، نغز میبندد. شما رو خرسند میکند. هم دیاران عزیز من ببینید همین یک تا نوده ها، یک تا نوده چه من همین نوده چه پو اینجا نشون دید. اینجا این یک تا نوده کلان رفتگی، یک تا نوده چه پایان مونده است. همین نوده چه حساب میکنیم. 3 4 5 6 7 8 9 چهارمغز بستگی. 9 چهارمغز. اینجا 100 گرم الکی چهارمغز میبرد. 100 گرم پوستش قطعی 100 گرم چهارمغز میبرد. آن هم دوران عزیز با چی بگم، چه تعریف کنم. من همین خودتون با چشمتون دیدید.
شنیدن کی بود مانند دیدن گفتگم من دیدی من ببینید همین یک نوداچه ها ببین یک نوداچه با حساب میکنیم چند دونه بستگی از نوده کلان یک نوداچه جداشتگی بله یک دونه دو سه چهار دونه 5 6 دونه 7 8 دونه او بالا بس 9 دونه 10 دونه 10 دونه چرماق این است بستگی هر یک نوده این مایده که ببینید یک نوداچه مایده جدا شدگی 4 تا بستگی است یک نوداچه در اینجا آمدگی 2 تا بستگی است ببینید دیدید این نوداچه 6 دونه داره و یک نوداچه اونجا آمدگی 1 2 3